سلام بینندگان گرامی، همگران عزیز. کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرجانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به سهم شهروندان و میمونان کشور میرساند که با بلند گردیدن حرارت هوا بیشتر شهروندان و شغل شناوری فرا گرفته میشوند. وابسته به این موضوع توجه نمایید به گزارش آماده نموده ما. کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرجانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با معلومات شهروندان بخصوص کودکان و نورسان میرساند که با بلند گردیدن حرارت هوا و آغاز گردیدن موسم شناوری در حدود کشور در وقت استراحت و فراغت قاعده‌های بی‌خطری و طلبات‌های شناوری را رعایت نمایند. از جمله عذابازی در موضع‌های خطرناک دریاها خودداری نمایند، با علامت و اشاره‌های نزد کلها اهمیت دهند، والدان باشند در نزد کل و دریاها کودکان و نورسان را بی نظارت نگذارند و قاعده‌های درست آببازی را رعایت کرده آن را به دیگران نیز توصیه دهند. با این وسیله میتوان گفت که در سمت پیشگیری از حادثه‌های غرق شوی، جراحت برداری و فوت سهمگذار باشند. برای معلومات خاطررسان می‌نماییم که نوابسته از چاره‌بینی‌های پیشگیری و بردن کارهای فهماندهی در 5 ماه سال 2025 38 حالت غرق شوی به قید گرفته شده. در نتیجه آن 57 نفر به هلاکت رسیده، 16 نفر از غرق شوی نجات داده شدند. در این دوره سال 2024 باشد 35 حالت غرق شوی به قید گرفته شده، در نتیجه آن 57 نفر فوتیده و 3 نفر از غرق شوی نجات داده شدند. یعنی تحلیلان نشان می‌دهند که در سمت پیشگیری نمودن از حادثه‌های غرق شوی در یک جایگی همه قشر جامعه از خود سهمگذار باشند. از این رو احترامانه به شهروندان و مهمانان کشور رسانیده می شود که در برابر کارمندان کمیته حالتهای فوق‌العاده، مقامات‌های دخلداری حاکمیت دولتی در محل‌ها، وزارت و اداره‌های دخلدار، کمیته و تشکیلات‌ها و دیگر ساختارهای مربوطه همه شهروندان کشور نیز بابت پیشگیری از حادثه‌های غرق شوی شهروندان سهمگذار باشند و در این سمت تدبیرهای علاوه‌ای را عملی نمایند. در نیم ساله اول سال 2025 حادثه‌های ناخوش وابسته به آب به 111 عدد رسیده است. این شماره در نیم ساله اول سال 2024 باشد به 132 عدد رسیده بود. نوابسته از آنی که حادثه‌های ناخوش وابسته به آب در این دوره کم گردیده باشد هم، ولی متاسفانه شماره غرق شدگان در این دوره یا خود عمیق‌ترش در سال 2025 به 91 نفر و در سال 2024 باشد به 86 حالت رسیده است. بینندگان گرامی، در اینجا رسیدید به فرجام برنامه. خیر تا برنامه‌های نوبتی شاد و پیروز باشید.